به پیج آشپزی رعنا و مامان فاطمه خوش آمدید. امروز میخوایم دلمه برگ مو درست کنیم. یه پیاز خرد شده رو تو روغن تفت میدیم. فلفل زردچوبه به اندازه کافی. پیاز رو تا طلایی بشه تو تابه تفت میدیم. یک پیمانه عدس و لپه که قبلا خیس خورده و کمی پخته شده رو تو تابه میریزیم. برنج نیم پز شده، البته نذارید خیلی له بشه، همون کمی نیم پز بشه یه پیمانه اضافه میکنیم به مواد دلمه. نصف پیمانه بلغور هم اضافه میکنیم به موادمون. بقیه فلفل زردچوبه رو میریزیم. نمک یک قاشق غذاخوری. سبزی‌های خرد شده که شامل مرزه، تلخون، ریحان و شیبید. از هر کدوم 2 قاشق غذاخوری. حالا میتونید سبزی تازه هم استفاده کنید. حالا ما سبزی خشک داشتیم. از هر کدوم 2 قاشق غذاخوری به موادتون اضافه کنید. کمی آب جوشیده شده به موادمون اضافه میکنیم. مواد رو خوب هم میزنیم تا به خورد هم بیاد. در تابه رو میذاریم تا 5-6 دقیقه یا 3-4 دقیقه موادمون کمی بخار پز بشه. چند تا از برگ موها رو کف قابلمه میچینیم. 2 تا برگ مو برمیداریم و داخل هر کدوم تقریبا 1 قاشق مواد میذاریم و مثل بخچه درست میکنیم. حالا بعضی وقتا با یه دونه برگم میشه. اگه برگ مو کوچیک بود میتونید 2 تا برگ مو استفاده کنین. تو مواد دلمتون هم میتونین گوشت چرخ کرده استفاده کنین، اون به دلخواهه. حالا ما استفاده نکردیم. برگ موها رو ما از تابستون تو نوشابه خانواده تو سرکه گذاشتیم که خیلی هم تازه مونده. شما میتونید این کارو بکنید. دلمه ها رو، برگا رو سعی کنید به صورت بخچه محکم بپیچید که بعداً باز نشن. ببینید تقریبا اینجوری. خب دلمه های ما آماده است. با نصف لیوان سرکه و 1 لیوان آب میذاریم تا 1 ساعت بپزن. میتونید با پیاز، ماست و سیر و زرشک تزیینش کنید. حتما درست کنید، امتحان کنید، پیج ما رو هم دنبال کنید. خوشحال میشم منو فالو کنید. نوش جون همتون. بهتر